سلام، چطوری؟ خیلی خوش اومدی به یه ویدیو جدید دیگه. امروز من یه برنامه جدید مثل ویدیو قبلی در نظر گرفتم. یکم متفاوته با ویدیو قبلیمون که حالا ریاکشن بود و یه سری چیزا بود. امروز یعنی با از ویدیو قبلی به بعد یه قرار ما چیکار کنیم؟ نقد کنیم و به عنوان حالا یک کسی که بیننده است میخوایم ویدیو رو با هم ببینیم، نظرمو بگم و با هم خوش بگذرونیم تا جایی که جا داشته باشه کیف میکنیم، لذت میبریم. دمتون گرم که لایک میکنید، کامنت میذارید، ساب میزنید، نظراتتون رو مینویسین و اینکه حمایت میکنید و خیلی دوستتون دارم و این کارم بکنید که ویدیوهای بعدی که میاد حتما ببینید. دمتون گرم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. اولین چیزی که من در نظر گرفتم برای این کانتنتمون یه ویدیو خیلی جالبه، ببینیم هم دیگه. الان اینو با هم بگو، چه فکری کردی همچین کاری کردی؟ بچهای اسپانیا چه فکری کردن که اومدن برای ایرانی ها همچین چیز رو یعنی در نظر گرفتن؟ بیا سر دوتا ایرانی کلا بزن. آخه مرد ما نمیدینیم گشنمون ما دلار شده 85,000 تومان آخ نمیگیم. اصلا من نمیدونم چه فکری کردی که اومدی سر دوتا ایرانی کلا بذاری، خدا میدونه. من بچه ما با 10 میلیون تومان یک سال زندگی میکنم. شوخی اینطوری هم نیست، خیلی جالب، واقعیت داره. واقعا اومدن سر دوتا ایرانی کلا و دلار تقلبی فرستادن. خیلی عجیب بود. من بریم سراغ ویدیو بعدی که خیلی جذابتر و باحالتره. بازسازی شیر تو موزه باغوش، حیاط بخش باغوش. کجا مشتی تو عکس شیر رو پرینت میکردی میچسبوندی اونجا، این خوشگل‌تر میشد، شبیه مگس فیسش. لیزش شده. احتمال خیلی زیاد اینا پول اون سازنده مجسمه رو ندادن، رسیده به کله که پول من نمیده. پول منو میدین یا نمیدین؟ من هم گفتم حالا میدین دیگه، چرا اینطوری میکنید؟ دو تا چشم مگسی گذاشته تو صورت، چشاشو گذاشته بالا. از اوضاع باغوش حیاط وحش بوده. بریم سراغ ویدیو بعدی. آقا سلام، زنجیرتون گیر کرده فکر کنم. بابا بقول ما قتلي حوصله دیگه، خدا خیرت بده. آخه من نمیدونم، مرد مومن طرف تا دسته تو برفه داره دهنه سرویس میشه، دسته زنجیرچرخ و فلان اینا گیره. رفتی چی داری میگی؟ گزارشگر میپرسه میگه تو گیر کردین تو بلا. نه، با زنش اومدن چای بخورن تو این سگ سرما، اومدن یه از منظرهای طبیعت لذت ببرن. چه سوالیه میکنی آخه؟ یارو من میاد برو تا نظام سگ. خدایا اینا چه فکری میکنن؟ من نمیفهمم. بریم سراغ ویدیو بعدی. Mire, se pusieron a jugar al papá y a la mamá, mire, y se les hizo realidad, mire. Ahí hay un bebé y hay otro bebé. Y ese muchacho está como ido de la mente y él no sabe ni qué es lo que hace. Imagínense, a veces se cambia de nombre y de todo. Ese muchacho no. Y la gente de acá dice que ustedes viven... نمیدونم واقعیه دروغ راسته چیه این حرکت. میگه ما اینا رو تنها گذاشتیم بعد برگشتیم دیدیم این شکلی هن. 9 ماه اینا رو تنها اینو زیاد روش حرکت نمیزنیم. بریم سراغ ویدیو بعدی. آقای قاسم چند سال گریس میخوری؟ 5 سال گریس میخورم، روغن، واسکازی، وازلین. خب دیگه بعد 32 سالم هست که نفت میخورم، یعنی 3 تا بشکه 220 دی را میتونم قسم بخورم نفت خورم. الان یه انگوش گریسه رو بخور. 7 سالم هست خدا رو شکر، هنوزم دکتر نرفته خدا رو شکر.
سلامت باش. حالا یه انگوش گریسه هم بخور تا بچه‌ها ببینن. چشم، بله که گریسش خوشمزه بود خداییش. خدایش خوشمزه بود. به دهنت مزه کرد داره. شاهی که نداره مجبورم با روغن بده. آقای قاسمی میگه چند سال گیریس میخوری. یزید تو گیریس اصلا یه چیز شیمیایی چجوری میتونی هضمش کنی؟ آخ من بمیرم برای اون معدت. به خدا اون معده دیگه الان شده دستگاه پرس آهنی. یزید گیریس. بعد میپرسه میگه چیا روغن میخوره. این یه موقع گشنش میشه تو جاده میتونه بزنه بغل بره زیر ماشین 2 تا قطره 2 تا قلوب روغن ماشین بزنه بیاد بیرون. اصلا هیچ وقت گشنه یا تشنه نمیشه این آدم. من نمیدونم چجوری اینو زنده میمونه. این خاص خدا احتمالاً دیده این بدبخت ساده است گفته بذار اینو زنده نگه دارم. بریم سراغ ویدیو بعدی. يابا طبعا انا بيران وروح امي بترابها، انا امي عزيزه عندي ما احلف فيها. اليوم الرابع انا بيران، اليوم يلا خلصت الورقه، اليوم يعني اليوم الاول الثاني الثالث الرابع اليوم خلصت. هسه تقول لي شنو تاكل بالدين تاكل فلافل والقران. ارقى مطعم اطبا، اشتريت اغراض، طلعنا مكانات، رحنا تجولنا مكانات حلوه. يعني اليوم الرابع وهسه راح تخلص هسه، يعني هسه راح نشتري كم حاجه تخلص الورقه. تعالوا عم ماكو عراقيين. میگه من با $100 اینجا 3 روز دارم زندگی میکنم. به جان مادرم قسم با $100 3 روز دارم تو ایران زندگی میکنم. اینا عراقیه. $100 که داریم میگیم میشه 8 میلیون تومان. 8 میلیون یعنی چی؟ یعنی یک ماه حقوق یه نفر. خب بعد میگه من 3 روز فقط گذروندم. ریدی عزیزم من، ریدی. با 8 میلیون تومان آدم دارم 1 سال زندگی میکنه. چیکار کردی؟ من نمیخوام زیاد بازش کنم. چه غلطی کردی با 8 تومن؟ تو 3 روز چیکار میخواستی بکنی؟ $100 3 روز. بیا اینم از اوضاع مملکت ما. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراهی کردید. مرسی که لایک میکنید، کامنت میذارید، نظرتون می‌نویسید. خیلی دوستتون دارم و اینکه زیاد وقتتون نمیگیرم. امیدوارم که لذت برده باشین. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد لایک کنید، کامنت بذارید، ساب بزنید و بگید که دوباره از این ویدیوها براتون بسازم. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.